اینا اتفاقاییه که وقتی موتور سوارا با راننده های بی احتیاط روبرو میشن میفته. مثل این شماره 3 که به جای اینکه فقط آینه ماشین رو بزنه یه راه خلاقانه تر برای برخورد با اینجور راننده ها پیدا میکنه. و تو شماره 2 مشکل رو به سبک هر موتور سوار دیگه‌ای حل میکنه. و تو شماره 1 همیشه دو نوع راننده توی خیابونا وجود داره، اونایی که دوستمون دارن و اونایی که ازمون متنفرن. اینا اتفاقاییه که وقتی موتور سوارا با راننده های بی احتیاط روبرو میشن میفته. مثل این شماره 3 که به جای اینکه فقط آینه ماشین رو بزنه یه راه خلاقانه تر برای برخورد با اینجور راننده ها پیدا میکنه. و تو شماره 2 مشکل رو به سبک هر موتور سوار دیگه‌ای حل میکنه. اینا اتفاقاییه که وقتی موتور سوارا با راننده های بی احتیاط روبرو میشن میفته. مثل این شماره 3 که به جای اینکه فقط آینه ماشین رو بزنه یه راه خلاقانه تر برای برخورد با اینجور راننده ها پیدا میکنه. و تو شماره 2 مشکل رو به سبک هر موتور سوار دیگه‌ای حل میکنه. و تو شماره 1 همیشه دو نوع راننده توی خیابونا وجود داره، اونایی که دوستمون دارن و اونایی که ازمون متنفرن.